مسئله ریش برای چی؟ مثلا بسیار ما حساس هستیم نسبت به همین چیز، میخواهیم که همین چیز عموما رای باشد، یک در چارچوبه فهمیشی عمومی جمعیتی قرار بگیرد. امروز درباره تحریک تفکری بیگانه از اون جمله از جانب حزب حرکتایی که در افغانستان امروز نفوذ پیدا کردن، حاکمیت مردم را غصب کردن، گرفتن، یعنی بیرون از اراده مردم و همین چیزها را ترغیب میکنن. من مسئله خیلی گپ بسیار است. این مسئله ریش برای چی ریش خیلی خصوصیت گرفته ما نسبت به حساس شده، هم ما مقامات دولتی و هم مردم. وگرنه یک نفری که دعوا از ریش میکند و از سند بودنش من میگم که تو یک تا صلوات بر ریش پیغمبر بگو، من سه تا بر گیسواش میگم. گیسو یعنی چی؟ من میگم سر دراز میشود، میگه گیسوی دراز خمیده. بیا تو یک تا بگو، یعنی من فکر میکنم که گیسو شد دراز خودش شد دراز برای چی؟ برای امروز ریش همچون قانون یا نشانه یا پیغام برنامون عقیده‌های خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی حزب و حرکتی در کشور ما ممنوعی طالبان همین گونه قبول میشه. اکستریمیستی حزب و حرکتی در کشور ما ممنوعی طالبان همین گونه قبول میشه. ضمیرترین شخصیت، پایینترین شخصیت، بدترین اعمال امروز در زندگی مسلمان سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. نعوذ بالله. جوان ریش خود نگاه داره، فوراً تاپ یک گروه 10 ساله و 5 ساله و 20 ساله را سرش میزنه که این داعش آمد، این طالب آمد، این القاعده آمد. پیامبر یعنی شاگرد داعش، یعنی شاگرد طالب. شخصیت کشی پیامبر، شخصیت کشی سنت پیامبر. و من یطیع الرسول فقط اطاع الله. کسی که از رسول صلی الله علیه و سلم اطاعت کرد، حقیقت در حقیقت مثل آن است که از الله اطاعت کرد. و من یتوله، کسی که رو گشتون پشت کرد به سنت رسول الله، بیزاری کرد از سنت رسول الله، مردم به واسطه سنت از مسجد کشید، تا پکت و زندانیش کرد و بندیش کرد. و من یطیع رسول فقط اطاع الله فمن یتوله فما ارسلناک علیه حافظا. ای پیامبر تو نفرستادیم برای ای از تو نیست و تو ازی نیستی. این فتوای هر کسی که در برابر فتوا و سنت تو جنگانده، نبی از همو است، با همو عشر میشه.